سلام. امروز اومدیم با یه راهبرد دیگه، یعنی راهبرد الگو سازی. داخل راهبرد الگو سازی ما چیکار میکنیم؟ ما یه سری سوالا رو که میخوایم حل کنیم باید تمام حالت‌ها رو بنویسیم و همه حالت‌ها رو بدونیم که چه حالت‌های اتفاق افتادن تا بتونیم سوالا حل کنیم. حالا خیلی موقع این حالت‌ها ممکن زیاد بشن و گیج کننده و سخت بشن. ما توی راهبرد الگو سازی چیکار میکنیم؟ میایم با یه نظم الگوی خاصی این حالت‌ها رو می‌نویسیم تا مطمئن بشیم همه حالت‌ها رو نوشتیم و هیچ حالتی از قلم نیفتاده. حالا این راهبرد یه اسم دیگه هم داره که بهش میگن راهبرد تفکر نظامدار. شاید کمی توضیحات براتون گنگ باشه، ولی توی سال اول مطمئناً خیلی راحت میشه و میتونین درک کنین این راهبردو. سوال چی میگه؟ میگه دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آنها 24 و حاصل جمع آنها کمترین مقدار باشه. جداول را با یک نظم و ترتیب کامل کنید. اولین عددی که نوشته 1 و 24 به حاصل جمعش شده 25. بعدی 2 و 12 بوده که میشه 14. بعدی میرم نگاه میکنم میشه 3 8 یعنی 3 8 که میشه 24 تا حاصل جمعش هم میشه 11. بعدی 4 6 که حاصل جمعش میشه 10. بعد میگم 5 که هیچ جوره با هر چی ضرب بشه 24 نمیشه، با هر عدد طبیعی ضرب بشه 24 نمیشه. 6 هم که 6 4 تا که همون 4 6 تا فرقی نمیکنه. بقیه هم همین رواله، یعنی نیاز نیست دیگه بنویسیم، چون بعدی مثلا میشه 8 تا که 3 8 نوشتیم، حاصل جمعش بازم همون میشه. پس اون دو تا عدد میشن عدد 4 و 6. اعداد 4 و 6 یعنی دو تا عدد شدن 4 6. حالا بچه‌ها قبل این که بریم سراغ ادامه میخوام یه چیزی رو اینجا دقت کنیم. بچه‌ها من نگاه میکنم میبینم هرچی عددها به هم نزدیک شدن دقت کنید حاصل جمع کمتر شده و هرچی عددها از هم دورتر شدن حاصل جمع بیشتر شده. پس میتونیم اینجا این نتیجه ای هم بگیریم. میتونیم بگیم اگر حاصل ضرب اعداد را به ما داده باشند و بگویند عددهایی را پیدا کنید که حاصل جمع آنها کمترین مقدار باشد، آن دو عدد باید به هم نزدیک باشند. مثل اینجا که 4 و 6 که خب خیلی عددهای به هم نزدیک بودن شد و حالا اگه بیشترین رو خواستم باید اون دو تا عدد از هم دورترین حالت ممکن باشن. پس چی شد؟ کوچکترین حاصل جمع عددها باید به هم نزدیکترین باشن، دورترین حاصل جمع عددها باید از هم بیشترین حاصل جمع با عددها از هم دور باشن. میگه با انگشتان یک دست، سوال بعدی، با انگشتان یک دست به 5 صورت میتوان عدد 1 را نشان داد. به چند صورت میتوان عدد 2 را نشان داد؟ بچه نگاه کنید اینجا سوال قبلی یه لحظه یه برگشت بزنیم. سوال قبلی اومدم یه جدول کشیدم منظم و تمیز حلش کردم. کل راهبرد که اینجا گفتیم الگو سازی این هم براش متن نوشتیم همینه، فقط مرتب و تمیز بنویس، همین تموم شد. میگه حالا اینجا میگه نشون بده با انگشت‌های یه دست به چند صورت میتونیم عدد 2 را نشون بدیم. من اینجا میگم مثلا یه دونه حالا دست میکشم، تو شبیه هر چی شد جز دست. خب اینا رو شماره گذاری میکنم. مثلا این انگشت رو میگم 1 2 3 4 5. میگه به چند صورت میتوان عدد 2 را نشان داد. میام اینجا بازم یه جدول میکشم، مینویسم انگشت اول
انگشت دوم. خب حالا اینم که اضافه شد، حالا تهش هم اضافه است. حالا میگه اینا رو بیا برای من نشون بده که عدد 2 را چجوری میتونیم نشون بدیم. اول میتونم انگشت شماره 1 رو بگیرم با انگشت شماره 2، بعد میتونم 1 رو بگیرم با 3، بعد میتونم 1 رو بگیرم با 4، 1 رو میگیرم با 5، بعدی میتونم چی رو بگیرم؟ 2 رو بگیرم. 1 تموم شد دیگه، با انگشت شماره 3، انگشت شماره 2 رو بگیرم با انگشت شماره 4. در ادامه میتونم چیکار کنم؟ میتونم بیام انگشت شماره 2 رو بگیرم با انگشت شماره 5 طبیعتا. در ادامهش میام 2 رو میگیرم با 5، بعد میام انگشت شماره 3 رو میگیرم با انگشت شماره 4، دارم عدد 2 رو نشون میدم دیگه. بعد انگشت شماره 3 با انگشت شماره 5، آخرم 4 رو میگیرم با 5. به چند تا روش تونستم عدد 2 رو نشون بدم؟ 2 4 6 7 8 9 10. پس به 10 روش تونستم نشون بدم. سوال بعدی میگه با رقم های 5 2 و 7 تمام عددهای 3 رقمی ممکن را بنویسیم. یعنی تمام عددهای 3 رقمی که ممکنه باش نوشته بشه رو بنویسیم. این یکم جاگیره، البته نه جا میشه، همینجا می نویسم، همین گوشه نهایتش میبرم اینجا دیگه، ادامهش می‌نویسم. یکی یکی با نظم میرم جلو. اولین عدد میتونم بنویسم 222. عددهای 3 رقمی، فقط عددهای 3 رقمی که با این صدا تشکیل بشه رو باید بنویسم. بعدی 225 227. بعد می نویسم 252 255 257. بعدی 272 275 277. بعدی می نویسم 522 525 527. بعدی 552 555 557. بعدی 572 575 577. بعدی 722 725 727. بعدی 752 755 757. بعدی 772 775 777. این تمام حالت هایی بود که میشد. حالا میام میشمارم 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. پس 27 حالت شد. بچه این سوال با یه روش دیگه هم حل میشه. روش دیگه رو این زیر آموزش میدم. زیر می نویسم روش دوم سوال 3. اینو بهش میگیم اصل ضرب. داخل اصل ضرب ما میام چیکار میکنیم؟ من مثلا میخوام تمام حالتها رو به دست بیارم. میخوام تمام حالتها بدونم چند تا حالته.
البته نگاه کنید بچه، توی این سوال کمتر حساب میشه چون گفته همه حالتها رو بنویسید، ولی بعضی موقع سوالهایی میده که فقط میگه حالتها رو به دست بیارید. و حالا باید شرطش چی باشه؟ شرطش اینه که نگاه کن، من مثلا دارم یه عدد 3 رقمی تشکیل میدم. اوکی، عدد 3 رقمی که قرار تشکیل بدم باید این هر سه تا توش باشن. پس هر سه تا اینا با هم دخیلن و به هم وابستن، یه جورایی میتونم بگم. و بازم بخوام توضیح بدم میتونم بگم ما 3 تا روش، 3 تا قسمت برای ساخت این عدد داریم. 3 تا قسمت داریم، یه صدگان، دهگان و یکان، و هر کدوم از اینا رو میتونیم با 3 تا عدد پر کنیم و میتونیم هر کدومشون رو با 3 تا عدد پر کنیم و اینا به هم وابستن. پس میگیم در این صورت من تعداد حالتهای ممکن رو برای هر جای خالی می نویسم. اینجا اولی 3 تا حالت، 3 تا عدد میتونستم بذارم برای صدگان، بعد برای دهگان هم میتونستم 3 تا عدد بذارم چون گفته تکرار میتونه باشه، تکراری مثلا اینجا 7 اومد اینجا میتونه دوباره 7 بیاد، میتونه اینجا هم 7 بیاد. برای سومی هم 3 تا حالت داریم و این حالت ها به هم وابستن، پس میتونم بینشون ضرب بذارم که کلن من میتونم این سوال رو با 27 روش، یعنی با 27 عدد مختلف میشه تشکیل داد. حالا اگه من بخوام اینو به صورت یک نکته بخوام بگم، میتونم بگم که اگر در داخل یک سوال کاری در چند مرحله انجام شود، مرحله اول به A روش، مرحله دوم به B روش و حالا 3 نقطه آنگاه تعداد کل روش های انجام آن کار برابر می شود با این عبارت: A ضرب در B ضرب در همینطوری میره، مثلا ضرب در C ضرب در D ضرب در E، همینطوری میره. یه مثال دیگه که بخوام بزنم، شما فرض کنین یه فردی میخواد از شهر A به شهر B بره و بعد از شهر B بره به شهر C. میخواد یک کار رو انجام بده که این کار توی 2 مرحله انجام میشه و از شهر A به شهر B 3 تا جاده باشه و از شهر B هم به شهر C 4 تا جاده باشه. بخوایم تعداد کل مسیرهایی که اون میره رو به دست بیاریم، میشه 3 ضرب در 4 که میشه 12 تا مسیر رو میتونه بره. این هم از اصل ضرب بود. توی سالهای دیگه خیلی ازش بیشتر میخونیم، الان من صرفا فقط در حد این که واردش بشیم بهتون گفتم. سوال بعدی میگه تعداد زیادی سکه های 50 و 100 تومانی داریم، به چند حالت میتوان کرایه 500 تومانی تاکسی رو پرداخت کرد؟ میام اینجا مینویسم، اینجا بخوام بنویسم 50 تومانی 100 تومانی اینجا نوشته. خب میگم اولین حالت اینه که 5 تا 100 تومانی بدم، هیچی 50 ندم. حالت بعدی اینه که 4 تا 100 تومانی بدم، 2 تا 50 بدم.
حالت بعدی اینه که دیگه واضحه دیگه 400 تا 400 تا 250 تا 100 تا کلا میشه 500 تا. بعدی اینه که 3 تا صدی بدم 4 تا 50. بعدی 2 تا صدی 6 تا 50. دیگه ضرب ساده است نگم دیگه 2 100 تا 200 تا 6 50 تا 300 تا با هم جمع میشه 500. بعدی یه دونه صدی بدم 8 تا 50. آخرین حالتم هیچی صدی ندم 10 تا 50 بدم. توی چند حالت نسیم کرایه تاکسی رو پرداخت کنیم؟ 1 2 3 4 5 6 تا حالت. خسته نباشین بچه‌ها، با ویدیوهای دیگه همراه ما باش.